سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سایه روشنهای پرونده جاسوسی هنرپیشه تاجیک در روسیه، شکل پاره ویدیو الاتکوب کارمند میلیتیا در جمعه بازار مشچا، حکم یک جوان تاجیک برای سوختار در فروشگاه بومیرنگ در شهر کورسک روسیه، آغاز ریدها و آشکار شدن 3 آلت استفاده غیر قانونی نیروی برق در دوشنبه، تأسیس مرکز پیشگیری از تروریسم و افراطگرایی در داستانی کل تاجیکستان. و اکنون تفصیلات خبرها. به برخی پهلوهای ضد و نقیض پرونده جاسوسی هنرپیشه تاجیک شریف جان تلوزاده توجه کرده است. فسبی روسیه تلوزاده را به جاسوسی برای اوکراین عیبدار میکند و دادگاه نویه لیفورتو شهر مسکو او را تا دوم دکبر سال 2023 به حبس گرفته است. دادگاه این پرونده را در یک مرافعه پشت درهای بسته محاکمه کرد، نام مناسب پوره گمانبر شونده را نشر نکرد و او را تنها شهروند خارجی تلوزاده نام برد. ولی خبرگزاری روسی تاس خبر داد که نفر با عین نام مناسب روز 20 سپتامبر سال 2023 در حدود یک منطقه بسته در ولایت مسکو دستگیر شده است. دادگاه شهر ادینسوو او را برای ورود به منطقه ممنوع بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های ماموری روسیه 5000 روبل جریمه بسته حکم اخراجش از روسیه را صادر کرده است و تا روز دیپورتاسیون تلوزاده را به بازداشتگاه مهاجران در شهر ایگوروفسکی ولایت مسکو فرستاده است. اما بعد چند به جای دیپورتاسیون فسب به ضد شریف جان تلوزاده با اتهام جاسوسی پرونده جنایتی گشوده است. BBC می نویسد که در سامانه دادگاه شهر ادینسوو پرونده را پیدا کرد که در آن نام مناسب متهم به جاسوسی پوره آورده شده است. شریف جان تلوزاده در قرار دادگاه گفته شده است که تلوزاده گناه خود را اعتراف کرد. طبق قرار دادگاه او به روسیه برای کار آمده بود و در منطقه بسته بدون اجازه مخصوص قرار داشت. الکی بعد حبس تلوزاده معلوم شد که او هنوز در میانه های ماه سپتامبر به رسانه ها ویدیو فرستاده در آن گفته است که در یک مشقگاه حربی مشق کرده ایستاده است و مجبور است که به جنگ برود چون که علاج دیگر ندارد. تلوزاده در این نوار شرح نداده است که چرا مجبور است که به جنگ برود. تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو قبلا خبر داد که دادگاه نویه لیفورتو و روز 2 اکتبر سال 2023 در یک جلسه پشت درهای بسته مسئله انتخاب چاره پیشگیری نسبت به یک شهروند تاجیکستان را بر اساس ماده 275 کودکس جنایتی روسیه به جاسوسی عیبدار می شود بررسی کرده و او را به مدت تا 2 ماه یعنی تا 2 دکبر به حبس پیشکی گرفت. خدمات مطبوعات دادگاه پایتخت روسیه تفصیلات دیگر نداد ولی رسانه های روسیه خبر دادند که این نفر شریف جان تلوزاده نام دارد. اولین شده خبر با اتهام جاسوسی برای اوکراین دستگیر شدن تلوزاده را نشریه به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مش نشر کرد. این نشریه نوشت یک جاسوس زاده تاجیکستان را در مسکو بازداشت و الکی حبس کردند. او به طور منتظم به خدمات امنیتی اوکراین درباره مکان جایگیرشوی شبکه‌های دفاع ضد هوایی در اطراف پایتخت روسیه معلومات می‌فرستاد. بنا به اطلاع ما شریف جان تلوزاده را در حدود یک قسم حربی مخفی دستگیر کردند. اول گمان کردند که او مردکار است و راهش را گم کرده است ولی معلوم شد که او عکس می‌گرفت و به خارج می‌فرستاد. سنجش نشان داد که او مستقیما با اسبیو رابطه داشت. به این مهاجر برای جاسوسی تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. کانال پرویز تیوی روز 15 اکتبر سال 2023 شکل پرتر ویدیو الاتکوب کارمند میلیتیا در جمعه بازار نویه مشچا را نشر کرد. در نوار دیده می شود که فروشنده ها به کمک کارمند بدیا که در کنار راه در روی زمین به پشت افتیده شتافته او را از زمین می خیزونند و به پا راست می کنند. در ویدیو در قسمت چکه و اطراف چشم چپ کارمند بدیا جراحت دیده می شود که ظاهرا اثرات جنگ او با حملگران ناشناس است. در حالی که مردم کارمند بدیا را به پای راست می کنند او از همه خواهش داشت که از پس ماشین حملگران رفته آنها را دستگیر کنند. در پی این صدای باشست از جایش به حرکت کردن یک ماشین به گوش می رسد و شاهدان به راننده مشورت می دهند که از پس مرسدس سیچکه برانند. پرویز تیوی همچنین خبر داده است که حملگران الکی معاین و دستگیر شدند و تفتیش این قضیه ادامه دارد. کانال پرویز تیوی قبلا با نشر یک ویدیو کوتاه خبر داد که روز 13 اکتبر سال 2023 در جمعه بازار که در بین دیههای سامانیان و زرفشان نویه مشچا عمل می کند
شخصان نامعلوم کارمند بدیا را لطوکوب کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. سبب لطوکوب کارمند بدیا نیز گفته نشده است. مقامات این قضیه را طول شرح ندادند. در تاجیکستان موردهای با کارمندان میلیسا مخصوصا با کارمندان بدیا که به پورگیری نام برآوردند توی من کردن شهروندان زیاد مشاهده می شود، ولی حالتهای به کارمند بدیا دست به گریبان شدن ساکنان خیلی کم رخ می دهد. ماده 328 کودکس جنایتی تاجیکستان برای استفاده زوراوری نسبت به نماینده دولت خصوصا هنگام اجرای وظیفه های خود قرار داشتنش همچون جزا تا 5 سال زندان پیش بینی می کند. در این نهاد یک ساختار نو با نام مرکز یگانه اطلاعاتی اوید به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها تأسیس یافته از 9 اکتبر سال 2023 دانشکده آموزشی مسئله های قانونیت، ترتیبات حقوق، جنایتکاری و تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان برنامه مشغولیت های نظریوی و عملی اوید به معرفی این ساختار نو شروع کرده است. گفته می شود در رفت مشغولیت ها ضروریت تأسیس مضمون و ماهیت مرکز یگانه اطلاعاتی اوید به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها به کارمندان فهمانیده شده. موضوع های مهم از قبیل سمت های اساسی فعالیت وظیفه، پرینسیپ و وکالت های مرکز، به قیدگیری و سیستماتیزاسیون پرونده های جنایتی اکستریمیستی، تروریستی و کیبر جنایت ها، تحلیل و تحقیقات در سمت پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری پنجشنبه مواد اطلاعاتی اکستریمیستی در فضای اینترنتی، مانیتورینگ، ارزیابی و پیشگویی تهدیدهای این ظهورات و غیره بررسی می شود. درباره وظیفه ها و هدفهای مرکز یگانه اطلاعاتی واحد به پیشگیری اکستریمیسم، تروریسم و کیبر جنایت ها در خبر چیزی گفته نشده است، ولی از برنامه مشغولیت ها برمیآید که این مرکز به کارهای چون به قیدگیری و سیستماتیزاسیون پرونده های جنایتی اکستریمیستی، تروریستی و کیبر جنایت ها، تحلیل و تحقیقات در سمت پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری پنجشنبه مواد و اطلاعاتی اکستریمیستی در فضای اینترنتی و پیشگویی تهدیدهای این ظهورات مشغول خواهد شد. کیبر جنایت ها یعنی جنایت هایی که با استفاده از اینترنت و فناوری های نو صادر کرده می شوند. برای تاجیکستان ظهورات نسبتا نو است، ولی تروریسم و افراطگرایی بخصوص از جانب گروه هایی که در افغانستان همسایه عمل می کنند به شمول داعش و جماعت انصارالله از چالش های جدی برای امنیت تاجیکستان شمرده می شوند. تنها در نیمه اول سال 2023 بنا به آمار وزارت کارهای داخله در تاجیکستان 195 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطی و در نیمه اول سال 2022 261 نفر با چنین جنایت‌ها دستگیر شدند. ولی منتقدان میگویند مقامات تاجیکستان از تمغه تروریسم و اکستریمیسم برای مبارزه با مخالفین سیاسی خود فراوان سوء استفاده می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. جوان 27 ساله زاده تاجیکستان فیض‌اللهیف به 1 سال و 10 ماه کارهای اصلاحی محکوم شد. بر اثر ساختار روز 2 سپتامبر سال 2022 در این فروشگاه 1 نفر به هلاکت رسیده، 12 نفر دیگر ضرر دیدند. تلگرام کانال خدمات مشترک دادگاه ولایت کورسک روز 14 اکتبر سال 2023 خبر داد که فیض‌الله برای طرف جبر دیده مغازه استیلنیک همچون 1,887,000 روبل یا نزدیک $19,000 رویانیده می شود. حجم عمومی تاوان در اول بیش از 30 میلیون روبل یا $300,000 با قرب امروزه را تشکیل میداد، ولی بغیر از استیلنیک 11 جبر دیده دیگر طلب تاوان نکردند. قبلا دادگاه نویه لنین شهر کورسک فیض‌الله را به 1 سال و 6 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرده بود، ولی دادرس قطعه رقم 12 حوزه مرکزی شهر کورسک روز 13 اکتبر حکم او را 1 سال و 10 ماه بالا برد. فیض‌الله باید تا ادای حکمش هر ماه 10% معاشش را نیز به دولت روسیه بسپارد. بنا به فرضیه تفتیشات دادگاه صبح 2 سپتامبر سال 2023 فیض‌الله به جای کارش در مغازه امیگا پلنت واقع در قبط سهمی فروشگاه بومرنگ آمده دستمال بخاری را به برق پیوست کرده، 1 کورتر را دستمال کرده است، ولی بعد او از خط برق بیرون کشیدن سیم دستمال را فراموش کرده بیرون رفته است. در نتیجه این بی احتیاطی دستمال آتش گرفته، بعد چند داخل مغازه و سپس مغازه های اطراف را فرا گرفته است. در نتیجه سوختار 1 نفر به هلاکت رسید. خدمات مشترک دادگاه کورسک گفت فیض‌الله در جریان مرافعه گانه را پوره به گردن گرفته
از کار کردش اظهار پشیمانی کرد، ولی گفته می شود در ایتالیا او حق دارد که از این حکم شکایت برد. خود فیض‌الله و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند و معلوم نیست که حکم صادر شده را میپذیرند و یا از آن شکایت خواهند برد. ریاست گروه داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پایتخت تاجیکستان برای آشکار ساختن دولت‌های استفاده غیر قانونی نیروی برق گروه کاری تأسیس داده شده و الکی در چندین روز اول فعالیت این گروه 3 حالت بی‌حساب کنک استفاده بردن نیروی برق از جانب شهروندان آشکار کرده شد. چنانچه شهروند رحمان و برینسا سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه برخلاف قاعده های استفاده بری قوه برق عمل نموده چند وقت باز در دکان تیزتیار بدون حساب کنک نیروی برق به منفعت خود استفاده می برده است. این چنین ضمن سنجش از جانب گروه کاری معین کرده شد که شهروندان حلیموف دودربک سال تولدش 1964 استقامت کننده شهر دوشنبه، محله سبزیکار و شهروند زویدوف خال محمد سال تولدش 1960 استقامت کننده شهر دوشنبه نیز در منزل‌های استقامتیشان به حساب کنک از نیروی برق استفاده برده با این عمل خود طلبات قانونگذاری را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به این 3 نفر طبق طلبات ماده 382 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های تاثیررسانی قانونی به مقامات وکالتدار دولتی ارسال کرده شدند. ملیس دوشنبه میگوید مسئوله با آمدن فصل سرما طلبات به استفاده نیروی برق افزایش یافته، بعضی از شهروندان در خانه و کارگاه خود به استفاده غیر مقصدناک و بیرون از حساب کنک‌های برقی دست میزنند. این 3 نفر قانون شکن محض در جریان همین ریدها به دست افتادند. ملیس پایتخت از کل شهروندان خواسته است که از نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده نموده با سر وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده عام و پیشگیری حالت‌های بیرون از حساب کنک استفاده بری نیروی برق در تامین استقلالیت انرژتیکی کشور سهم خود را گذارند. 99 سال قبل 14 اکتبر سال 1924 با انجام تقسیم ملی و حدودی آسیای میانه به جای جمهوری‌های ترکستان و بخارا در این قلمرو جمهوری‌های ملی تأسیس یافتند. از جمله در هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان، جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان عبارت از 8 ولایت تشکیل شد. در نتیجه اون تقسیمات قلمرو آسیا میانه که مورخ شناخته تاجیک رحیم ماسوف تبر تقسیم نامش کرده است، تاجیک‌ها از تقریبا همه شهرهای بزرگ و مرکزهای تاریخی و فرنگی خود از جمله شهرهای بخارا، سمرقند، شهر سبز، دهنو، نصف محروم شدند و این همه به ازبکستان داده شد. سال 1924 وقتی که جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل شد، حتی خوجند و کونی بادام و اصفره را هم به ازبکستان داده بودند. در این زمان نویه سر آسیا که حالا بخشی از ولایت‌های سرخندری و ازبکستان است اون وقت از تاجیکستان بود. به تاجیک‌ها میسر شد که خوجند و کونی بادام و اصفره را برگردانند، ولی برگردانیدن دیگر مرکزهای تاریخیشون به مثل سمرقند و بخارا دیگر میسرشان نشد. به خصوص قصه به تاجیکستان برگردانیدن کونی بادام به سر خود قصه جالب است. ماه فوریه سال 1925 ازدحام ساکنان کونی بادام قطار رای میخائیل کالینین را که از سوی فرغانه حرکت میکرد نگاه داشته از او خواستند که کونی بادام را به تاجیکستان امرا کند و یا مختاریت بدهند، زیرا آنها تاجیکند. بعدا رهبران این تظاهرات محمد جان اشور محمدزاده و عظیم نادروف را برای چنین گستاخی به لاگرهای استالینی پرتافتند و اعظم نادروف در گلاگ جان داد. ولی تأسیس جمهوری مختار شوروی و سوسیالیستی تاجیکستان به سر خود اهمیت بزرگی را داشت، چون که قریب 1000 سال بعد فرو پوشیدن دولت سامانیان تاجیک‌ها بار اول صاحب دولت خود شدند. بگذار با مقام ناقص جمهوری مختار در هیئت ازبکستان، بگذار در بهای از دست دادن مرکزهای بزرگ تاریخی و فرنگی مردم تاجیک، بگذار در قلمرو خیلی اختصار شده، ولی به هر صورت بار اول در خریطه جهان یک واحد نو جغرافی با نام تاجیکستان ظهور کرد. روشنفکران تاجیک برای اینند که روز تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری مختار شایسته اون است که همچون روز عید تجلیل شود. عالم تاجیک سعدی مادی در گروه فیسبوکی آرمان‌های ملی نوشته است این روز مقدس است. این روزی است که تاجیکستان شوروی همچون 7 جمهوری در هیئت اتحاد شوروی تشکیل شده است و اساس دولت امروزه تاجیکستان شده است. باید این روز در قانون درباره روزهای عید وارد کرده شود. مورخ تاجیک سیف الله مولاجان به پشتیبانی از این پیشنهاد نوشت موافقم، چون اگر سال 1924 نبود
سال 1929 را نداشتیم و اگر سال 1929 نمی بود ما سال 1991 به استقلالیت نمی رسیدیم. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی نشر شد که در آن لحظه دست به دزدی زدن یک کارمند میلیشیا ثبت شده است. در ویدیو دیده می شود که کارمند یک شرکت برای پر کردن اجرت‌های یکی از مشتریان از پیش تریزه که مشتریان از طریق آن مراجعت می کنند دور می رود و در همین لحظه یک کارمند لباس رسمی میلیشیا در تن که ظاهرا او هم در نوبت ایستاده بود از فرصت استفاده برده تلفن در روی میزش فراموش کرده این کارمند را آهسته‌ک میبردارد. لحظه تلفن را ربودن کارمند لباس میلیشیایی در تن به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. از صحنه ثبت شده در ویدیو دیده می شود که حادثه روز 29 سپتامبر سال 2023 روی داده است، ولی معلوم نیست که این حادثه در کجای تاجیکستان رخ داده است. این هم معلوم نیست که آیا در رابطه با این حادثه یگان تفتیشات یا سنجش برای انداختند یا نه، زیرا سخن درباره آبروی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان می رود. مقامات رسمی تا حال این ویدیو را شرح ندادند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.